هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتسیا، مرد 51 ساله ساکن شهر استرافشان با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه مارس سال 2013 با روی فریب به باوری مرد 48 ساله ساکن شهر ایسار درآمده از او برای تجارت $120,000 آمریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه شامنصور با عریضه مرد 37 ساله ساکن شهر ترسونزاده مراجعت نموده است که 1 ینور سال 2023 تخمینا ساعت 15:10 در داخل افت-ماشین تمغه مرسدس بنز مرد 28 ساله ساکن شهر دوشنبه با او مناقشه کرده با کارد یک مرتبه به پای راستش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.